وقتی هانا ویتریج 23 ساله ایده سفرش به تایلند رو پیش خانواده‌اش توی نورفوک انگلیس مطرح کرد، اصلا ازش استقبال نکردن. خانواده یه نمه استرس داشت. باباش یعنی سو ویتریج بهش میگفت که آقا تایلند واسه یه دختر جوون تنها جای جالبی نیست، بیا برو اروپا رو بگرد، بیا برو استرالیا، چه فازیه میخوای بری تایلند. خیلی تلاش میکرد که دخترش رو متقاعد کنه که بیخیال شو. هانا هم تازه درسش رو تموم کرده بود و قبل از اینکه دوره تحصیل تکمیلیش رو شروع کنه میخواست پاشه بره یه جایی که دور باشه کلن از انگلیس و اروپا و اینجور کشورها، که خستگیشو در کنه، فرش برگرده بیاد سراغ ادامه درسش. رفیقاش بهش پیشنهاد تایلند رو داده بودن. هانا هم رو هوا زده بود این پیشنهاد و قفلی زده بود که من باید برم تایلند. هانا بالاخره خانواده‌اش رو راضی کرد که موافقت کنن، با دل خوش بذارن دخترشون بره سفر و ماجراجوییش توی روز 12 سپتامبر سال 2014 شروع شد. وقتی که پروازش نشست و رسید به جزیره کوتا که حالا در ادامه خیلی بیشتر دربارش توضیح میدم، با خانواده‌اش تماس گرفت و گفت که من رسیدم. اونا هم نسبتا خیالشون راحت شد، چون که بالاخره یه جزیره کوچیک توریستی دور افتاده جای نسبتاً امن‌تریه حالا به شهرهای شلوغ تایلند. در حالت عادی هم این طرز تفکر درست بود، ولی اتفاقات عادی و نرمالی در انتظار هانا ویتریج اصلاً نبود. خوش اومدید به گزارش محرمانه. من علیم AK. اینجا توی هفته حداقل 2 تا پرونده جنایی کاور میکنیم، پس اگه دوست دارید پادکست جنایی گوش بدید حتما سابسکرایب داشته باشید این چنل رو، ویدیو رو لایک کنید اگه دوست داشتید و نظرتون هم حتما برامون بنویسید. بریم سراغ پرونده جنایی قتل‌های تایلند. هانا و رفیقاش توی یه هتل اقامت داشتن که ریزورت مانند بود، ویلا بود و رو به اقیانوس هم بود. خیلی هم زود اونجا رفیق پیدا کردن، 2 تا پسر بریتانیایی به اسمای کریس و دیوید میلر 24 سالم. وضعیتش تقریبا مثل خود هانا بود. درسش تموم شده بود، اواخر تحصیلش رو رفته بود استرالیا توی یه دوره کارآموزی که توی یه معدن بود گذرونده بود و خب حالا مرتبط با رشتهش بود این کار و میخواست قبل از اینکه برگرده انگلیس بیاد توی آسیای شرقی یه چیلی بکنه و قبل از اینکه بره واسه فوق لیسانس و ادامه تحصیلش یه 6 هفته‌ای رو توی آسیای شرقی بگذرونه. پلناشون مثل هم بود تقریبا. کریس رفیق صمیمی دیوید بود و اینا اونجا رفیقای دیگه‌ای هم داشتن، ولی با این اکیپ هانا اینا خیلی خوب برخورده بودن و شب 14 دسامبر دوستای هانا با خود هانا و دیوید و کریس پا شدن رفتن یه بار. صاحب باری که توی ساحل سیری بود دید که چند تا جوون انگلیسی زبون اومدن اونجا دارن میگن میخندن خوش میگذرونن. گفت چی بهتر از این، یه عکس گرفت ازشون در جاونو گذاشت توی سوشال مدیا واسه تبلیغ بار خودش که ببینین اینجا چه جای اینترنشنالیه و بیاین اشغال کنید. این عکسی هم که الان روی تصویر میبینید همون عکسه. هانا اون دختری هستش که تاپ صورتی رنگ پوشیده و دیوید هم یه تیشرت خاکستری تنشه. یه تقلبم بهتون برسونم که روی میز رو نگاه کنید به اشیایی که هر کسی با خودش همراه داره یه توجهی بکنین، چون بالاخره پرونده جنایی قراره تعریف کنیم. ولاگ سفر قرار نیست تا آخرش باشه. بعد از وقت گذروندن توی این بار نیمه شب میشه و همه با هم دیگه میرن یه بار دیگه، بار AC، که اونجا دیگه تا صبح میکوبیده و میتونستن بمونن و اونجا میرن خوش میگذرونن تا یه نقطه ای از شب که هانا و دیوید میبینن که انگار تنها هن. انقدر مست بودن که نمیتونستن بفهمن که حالا کدوم یکی رفیقاشون رفت کی رفت. الان میدونستن دوتایی تنها هن و باید برگردن هتل. وقتی روز 15 دسامبر سال 2014 آفتاب توی کوتا طلوع کرد، داشت میگفت که قراره یه روز دیگه پر از عشق و حال و خوشگذرونی و آرامش توی این جزیره شروع بشه. جزیره کوچیک کوتا توی غرب تایلند و توی اون قسمت جزایر استوایی بود و خب دسترسی بهش فقط از طریق قایق‌هایی که از شهرهای دیگه می اومدن ممکن بود. خیلی جزیره کوچیک و بکری بود و جمعیت زیادی هم نداشت اونجا. خیلی از توریستا میرفتن اونجا اقامت کنن.
شما مثلا کیش رو در نظر بگیرید که 91 کیلومتر مربعه، حالا این کوتا 21 کیلومتر مربع بود کلا، با درختای نخل بلند و جنگلای استوایی و ساحلای طلایی که کنارش هم پر بود از بار و جایی واسه خوشگذرونی و دیگه ماساژ تایلندی هم اورجینالش اونجا بود دیگه، ماساژ هم میتونستم برم بگیرم ملت. سالانه 500,000 نفر توریست داشت این جزیره کوچولو که ملت میرفتن عشق و حال، و این 15 دسامبر هم یکی از همون روزا بود، تو یکی از روزای شلوغ جزیره. اما اتفاقی که اون روز افتاد اتفاقی بود که قرار بود زندگی ساکنین و توریستایی که اونجا هستن رو حداقل واسه یه مدتی زیر و رو کنه. یه بحران بزرگ خبری تو راه بود. جسد یه زن سفید پوست و بلوند توی ساحل افتاده بود و دورش انقدر قرمز رنگ بود که کل شنواسه‌هایی که اونجا بود قرمز شده بودن. حدود 12 متر اون طرفتر نزدیک دریا هم جسد یه پسر بود که اونم با اینکه موجای دریا داشت جسدش رو میشست، لکه‌های خون و اثرات خون دور و برش دیده میشد. 2 قتل خشن و دردناک رخ داده بود و پلیس بعد سری خودش رو میرسوند به اون ساحل. پلیس رسید سری به اون قسمت از ساحل سیری که یکم جای دور افتاده تری هم بود و خیلی توریستا نمی رفتن اون نقطه چون خبری نبود. جایی بود که معبدای مذهبی تایلندی هم اونجا بود و کلن فاز مذهبی هم داشت اون یه تیکه. حتی یکی از پلیسا وقتی صحنه جرمو دید برگشت سمت یکی از این معابد و شروع کرد به حالا اون حرکتایی که واسه راز و نیاز کردن انجام میدادن. صورت و جمجمه اون دختر له شده بود، انقدر که با یه جسم سفت به صورتش ضربه زده بودن کاسه چشمش شکسته بود استخونش و انقدر دفرمه شده بود صورتش که تشخیصش واقعا برای کسایی که میشناختنش هم سخت بود. از کمر به پایین هیچ لباسی تنش نبود این دختر و مشخصا بهش تجاوز شده بود چون روی سینه سمت راستش هم اثرات گاز گرفتگی و دندون دیده میشد. اون پسری هم که جسدش اونجا بود کاملا لخت بود و فقط یه جفت جوراب مشکی پوشیده بود. اونم کاسه چشمش و فکش خورد شده بود و انقدر ضربه زده بودن بهش که بیهوش شده بود، ولی ریه‌هاش پر آب بود و به نظر میرسید وسط بیهوشی توی موج آب و حالا یکم اون حالت جزر و مدی که وجود داره توی خود آب غرق شده بود. روی دستای این پسر اثرات زخمای دفاعی هم دیده میشد و به نظر می رسید که خیلی خوب تونسته با قاتلش درگیر بشه و مقاومت زیادی داشته بود قبل از اینکه به این شکل از دنیا بره. بعد یه مدت کوتاهی هویت اجساد مشخص شدن. دیوید میلر و هانا ویتریج توی اول جوونیشون توی تعطیلاتی که قرار بود برای خستگی در کردن بگذرونن به وحشیانه ترین شکل ممکن به قتل رسیده بودن. پلیس روی ساحل کلی رد پا داشت، بالاخره ساحل توریستی بود اونجا. 3 ته سیگار هم اونجا بود از برند سیگار L&M، یه جفت دمپایی لاانگشتی مشکی و یه کاندوم استفاده شده هم کنار اجساد بود. توی اون محوطه یه کلبه کوچیکی هم بود که پلیسا رفتن اونجا سر زدن. یه آقای اونجا زندگی میکرد که توی محوطه اون کلبه متوجه شدن که یه بیلچه باغبونی اونجاست که روش لکه‌های خون وجود داره. رفتن از یارو پرسیدن که داداش این بیلچه اینجا چیکار میکنه، چرا خونیه، اینجا 2 جسده، که اونم توضیح داد من صبح که پا شدم این بیلچه بیرون محوطه کلبه من بود، بیلچه مال منه، متوجه خون نشده بودم و اینکه الانم که میگین جسده که اصلا بیلچه مال خودتون ببرید، من هیچ کاری باهاش ندارم. پلیس اولش یکم به این مرد مشکوک بود ولی وقتی چک کردن دیدن که بهونه‌های خوبی برای عدم حضور توی صحنه جرم دیشب توی نیمه شبی که این قتل اتفاق افتاده داشته. وقتی دارم میگم پلیس الان دارم فقط از 6 نفر نیروی پلیس صحبت میکنم که توی جزیره کوتا فعالیت میکردن و یکم هم حالت نمادین و نمایشی داشتن چون اونجا اتفاق بدی خیلی رخ نمیداد. هیچ کدوم تجربه هندل کردن یه همچین پرونده جنایی رو نداشتن. هیچ جایی توی کارنامه‌شون دیده نمیشد که قبلا این کارو کرده باشن. اولش حالا ضمن ناراحتی واسه اون 2 نفری که مرده بودن گفتن این یه فرصته، ما میتونیم این پرونده رو حل کنیم و یه اسمی واسه خودمون به هم بزنیم توی کشور، ولی خیلی زود
فهمیدن که پرونده جنایی یکم بدقلقه و فقط درباره پیدا کردن قاتل نیست، یه سری روتین داره که اونا رو باید انجام بدی به موقع و الان انجام نداده بودن یه سریاشو. مورد اول این که تا چند ساعت بعد از اینکه قتل اتفاق افتاده بود هنوز اینا ورود و خروج به جزیره رو محدود نکرده بودن و اصلا معلوم نبود که قاتل الان توی جزیره باشه، ممکن بود با قایق فرار کرده باشه. مورد بعدی که خیلی افتضاحه و تو کل پرونده همراه پرونده میمونه اینه که اینا اجساد رو انتقال نداده بودن به سردخونه خیلی زود و اون محوطه رو خوب کنترل نکرده بودن. الان اونجا پر بود از توریست و مردم عادی که با دوربین داشتن از هر چی که میخواستن و نمیخواستن و اونجا بود عکس میگرفتن. صحنه جرم که عملا نابود شده بود، کاملا دست خورده بود، ولی اتفاق بدتر از اون این بود که این عکسایی که گرفته شد از اجساد خیلی زود توی اینترنت پخش شد و سر از اخبار در آورد و خانواده بچه‌ها و کل مردم جهان یه جورایی این شکلی متوجه این اتفاق تلخی که توی کوتا افتاده بود شدن. اوضاع از کنترل پلیس کاملا خارج بود. الان نگاه کل رسانه‌های جهان هم یه جورایی به این 6 نفر بود که الان عقیده داشتن که این قتل از روی حسادت بوده و انگیزه‌ای که پشتشه یه انگیزه شخصی بوده. توی این نقطه از پرونده دیگه اجازه ورود و خروج راحت از جزیره رو گرفتن و هر کی که میخواست خارج بشه باید پلیس تاییدش میکرد و آقای کریس دوست صمیمی دیوید که قرار بود 16 سپتامبر همراه دیوید از جزیره خارج بشه الان گیر افتاده بود توی جزیره و پیش پلیس داشت بازجویی میشد. کریس میگفت دیوید انقدر پسر نایسی بود که من اصلا فکر نمی کنم این دشمنی داشته توی زندگیش و اصلا باورم نمیشه که یه نفر وقتی دیوید رو بشناسه بخواد این بلا رو سرش بیاره. امکان نداره. به شدت شوکه و غمگین و ناراحت به نظر می رسید، ولی پلیسا متوجه یه زخم روی ساعد کریس شدن حین بازجویی که توجهشون رو جلب کرد. ازش پرسیدن جریان این زخم دست چیه؟ کریس هم گفت هیچ، این مال قبله، ربطی به این داستانا نداره. با دوستای هنام صحبت کردن، اونا هم خیلی نتونستن کمکی کنن به پلیس. کسی متوجه مورد مشکوکی توی شب قبل نشده بود و همه اینا اصلا زودتر ترک کرده بودن اون بار رو و برگشته بودن به جایی که توش اقامت داشتن. پلیس بعد از اینکه با همه بچه‌ها صحبت کرد و حرفاشون رو گوش داد تصمیم گرفت که بذاره اینا برن سراغ خونه زندگیشون. حس کرد چیزی از توشون در نمیاد و این مجوز رو بهشون داد، ولی خیلی زود فهمیدن که بازم یه اشتباه دیگه کردن، چون که توی پزشکی قانونی زیر ناخنای حنا یه سری مو پیدا شد که رنگ اون موها بلوند بود. خب موهای دیوید قهوه‌ای رنگ بود کاملا و کسی که موهاش یکم حالت بلوند داشت و روشن‌تر بود کریس بود. توی آزمایش‌ها متوجه این نکته هم شدن که روی اون کاندوم استفاده شده دی ان ای حنا هم وجود داشته و یعنی اونم کاملا مرتبط به این جنایت میشه. خیلی زود دستور دادن که اجازه خروج کریس از کشور بهش داده نشه و دوباره مهمون برای بچه‌های تایلند باشه یه مدتی. کریس و جیمز برادرش توی فرودگاه بانکوک بودن و چیزی نمونده بود که از کشور خارج بشن که اومدن و توی فرودگاه جلوشون رو گرفتن و اصلا فرودگاه جالبی نیست که بخوان جلوتو بگیرن اونجا. جیمز برگشت گفت آقا من اصلا تو کوتا نبودم، چجوری منو چرا جلومو گرفتید؟ کریس بمونه که گفتن که نه تو هم فعلا بمون کارت داریم. دیگه دستشون گرم شده بود دیگه، همه رو داشتن میگرفتن. فرضیه پلیس این بود که کریس و دیوید توی یه مثلث عشقی عاطفی با حنا گیر افتاده بودن و این قتل حاصل طمع و حسادت کریس نسبت به دیویده که حنا دیوید رو ترجیح داده بوده گویا. اخبار قتل و پیگیری‌های پلیس داشت توی دنیا میچرخید. اوضاع اصلا واسه تایلند خوب نبود. چرا؟ چون که همینجوریش چند وقت پیش یه کودتای نظامی شده بود توی کشور و دولت عوض شده بود. قبل از این ماجرا شرکت‌های بیمه سفرها رو بیمه نمی کردن برای اونایی که میخواستن برن تایلند و صنعت توریسم خیلی زیر خطر و فشار بزرگی بود که الان با این وضعیت دیگه افتضاح قرار بود بشه.
تایلندی که 10% درآمد سالانش رو صنعت گردشگری تامین میکنه و سالانه 20 میلیون توریست به کشورش سفر میکنن، 60 تا نیروی پلیس اعزام کردن به جزیره کوتا که با اون 6 تای قبلی بشن 66 تا، سریع جمع کنن بره داستان رو خیلی کش پیدا نکنه که واسه صنعت توریسم بد باشه. این پلیسای جدیدی که اضافه شدن یه فرضیه جدید رو کردن، برگشتن گفتن که این قتل امکان نداره کاری آسیایی باشه و قطعا یکی از توریستا مرتکب این قتلا شده. حالا بر چه اساس نمیدونیم، ولی اینو اعلام عمومی کردن. نتیجه دی ان ای اون ته سیگارا و نتیجه بررسی بدن حنا و دی ان ای هایی که روی بدنش بود مشخص کرد که اتفاقا کسایی که توی صحنه جرم بودن آسیایی بودن و هیچ ربطی حالا به توریستای دیگه نداره. خیلی زود این فرضیه باطل شد و پلیسا فهمیدن باید جای دیگه ای دنبال قاتل بگردن. کریس و جیمز برگشتن انگلیس، پلیسا هم رفتن اون ایسی بار، همون باری که این بچه‌ها شب آخر اونجا داشتن خوش میگذروندن. ایسی بار معروف بود به این که بعضی از شبا یه سری از آدما میرن اونجا خیلی مست میکنن و دعوا میشه. جزء معدود بارهایی بود که تو جزیره کوتا این اتفاق رخ میداد. الان فرضیه پلیس این بود که احتمالاً دیوید و هنا اون شب مست کردن، با یکی دهن به دهن گذاشتن، اونم قاطی کرده، آدم خطرناکی بوده، مستم بوده، اینا رو دنبال کرده و خواسته ازشون به این شکل انتقام بگیره. به جز این فرضیه یه فرضیه دیگه هم داشتن که میگفتن که این قتل احتمالاً کار یکی از مهاجرای برمه‌ایه که واسه اینم هیچ دلیل منطقی نداشتن، فقط اصرار داشتن دنبال یه چیزی بودن که ثابت کنن که قتل کاری تایلندی نیستش، آقا بیان کشور ما جای خوبیه، این کار مهاجرا بوده. اون قایقرانایی که گفتم توریستا رو میبردن جزیره کوتا و از جزیره برمیگردوندن، اونا اکثرا برمه‌ای بودن. کلی مهاجر قانونی و غیر قانونی دیگه هم توی خود کوتا اقامت داشتن و اصلا آمار رسمی وجود نداشت از تعدادشون. اینجا پلیس یه کار عجیب میکنه که اگه مثلا این پرونده جنایی توی کشوری مثل امریکا جریان داشت، عمرن اجازه این کار رو نداشتند. حالا کارشون چی بود؟ هیچی، میرفتن دم در خونه برمه‌ایا، دونه دونه بیخبر وا میکردن، باشون بدرفتاری میکردن و سمپل دی ان ای میگرفتن و توی یه روز تونستن 200 تا سمپل دی ان ای بگیرن از آدمایی که هیچ حکمی علیهشون وجود نداشت و هیچ سابقه خلافی هم نداشتن. اب بین اون 200 نفر 5 نفر بهشون برخورد، گفتن این چه رفتاریه با ما میکنید، درست حداقل ازمون درخواست کنید، که پلیس اونا رو گرفت برد، اصلا منتظر جواب نموند. پیش خودشون گفتن احتمالاً از بین این 5 نفر قاتل در میاد که انقدر مقاومت دارن روی سمپل دادن که جواب هر 200 آزمایش دی ان ای که اومد مشخص شد که هیچ کدومشون همخونی ندارن با دی ان ای هایی که توی صحنه جرم پیدا شده بوده. یعنی اگه علم ژنتیک وجود نداشت، اینا تا الان یه 10-15 نفری رو به جرم قتل محکوم کرده بودن، ولی الان چاره ای نداشتن جز این که ول کنن این 5 نفر رو به علاوه همه اون 200 سمپل دی ان ای رو که به زندگیشون برسن و برگردن و دوباره یه جای دیگه دنبال قاتل بگردن. شان مک‌کنا، موزیسین 25 ساله اسکاتلندی که بعضی از ماهای سال رو میرفت توی کوتا زندگی میکرد، توی این دوره زمانی هم بر حسب اتفاق اونجا بود و یکی از دوستای صمیمی دیوید هم بود و اتفاقا اون شب دعوت دیوید رو واسه رفتن به بار ایسی رد کرده بود، کار داشت و الان یه سری اتفاقات عجیب و مشکوک دور و برش داشت میافتاد. کلن حال خیلی اوکی نداشت، میرفت توی همون بار میشست مست میکرد، به دیوید فکر میکرد، به اتفاقی که واسش افتاده که توی یکی از همین روزا 2 مرد تایلندی اومدن نشستن سر میزش و شروع کردن به صحبت کردن با شان مک‌کنا قشنگ سرش گرم بود، دید اونا دارن باهاش صحبت میکنن، شروع کرد به جواب دادن. خیلی حواسش نبود که چی داره میگه، ولی این مکالمه رسید به نقطه‌ای که اون 2 مرد تایلندی برگشتن بهش گفتن که ببین
خون اون 2 نفر گردن توه، تو باعث شدی که اونا به قتل برسن و امشب به خاطر عذاب وجدان خودتو قراره دار بزنی و ما شاهد دار زدن خودت خواهیم بود امشب. شان این جمله ها رو که میشنوه پا میشه، گوله میدوه، میاد بیرون و وقتی میاد بیرون میبینه خب وسط ساحله، اوضاع خیلی بدتر شد. یه سوپرمارکت میبینه و میدوه سمت سوپرمارکت، وارد سوپرمارکت میشه، برمیگرده میبینه که اون 2 نفر دارن میان سراغش. به مغزش فشار میاره که الان چی کار میتونم بکنم که سرنوشتم مثل دیوید و هنا نشه و توی یه لحظه به مغزش میرسه که گوشی رو دراره، بره توی فیسبوک بدون VPN و اینا، خیلی سریع وارد اپلیکیشن میشه و عکس میگیره از اون 2 نفری که الان دم در سوپرمارکت بودن. تو کپشن هم مینویسه مافیای تایلندی میخوان منو بکشن، کمک، پست میکنه. اون 2 نفر نمیدونیم چه بلایی سرشون میاد توی اون سوپرمارکت، ولی شان مکنا از اون اتفاق جون سالم به در میبره و پلیس میاد اسکورتش میکنه تا هتل میبرتش، چون که خبر این پست و عکسی که گرفته بود توی مدیا میترکه. دوباره خیلی‌ها حمله میکنن به پلیس تایلند که آقا اونجا چیکار دارید میکنید شما. پلیس توی هتل شان مکنا مأمور میذاره، ولی شان مکنا اصلا حس خوبی نداشت. ته دلش حس میکرد بازم یه چیزی با وجود این مأمورا میلنگه، یه جای کار الان مشکل داره. واسه همین وسایلشو جمع میکنه، خیلی سوسکی از هتل میزنه بیرون و میره توی جنگل، وسط جنگل کمپ میکنه. اون شب هیچ اتفاق بدی واسه شان مکنا نمیفته و روز بعدی اول صبح بیدار میشه و با یکی از اولین قایقایی که از جزیره خارج میشده از جزیره فرار میکنه و هنوز وقتی توی تایلند بوده با خبرنگار دیلی تلگراف هم مصاحبه میکنه و جریان این اتفاقای عجیبی که واسش افتاده بوده رو به صورت حضوری براش میگه و اشاره میکنه که من مطمئنم که این دوتایی که اومدن سراغ من یا خودشون قاتلای دیوید و هنا بودن یا میدونستن که کی این بلا رو سر اون 2 نفر آورده، چون که میخواستن قتل رو بندازن گردن من قربانی بعدیشون بودم و قرار بود که درگیر یه خودکشی نمایشی بشم که اونا برای من طراحی کرده بودن. این مصاحبه رو کسایی که علاقمند شده بودن به این پرونده داشتن تماشا میکردن، ولی بجز حرفایی که الان شان مکنا داشت میزد یه چیز دیگه هم توی اون تصاویر توجهشون رو جلب کرده بود و اونم زخمی بود که روی ساعد شان مکنا بود و دقیقاً همون شکل زخمی بود که روی دست راست دیوید هم بود. الان شان مکنا این زخم رو روی دست چپش داشت، یعنی اگه این 2 نفر رو به روی هم قرار بگیرن میتونسته اینا در سر درگیری ایجاد شده باشه. پلیس تایلند هم دید فرصت فراهمه، اومد یه سری تصویر منتشر کرد از گیتار شان مکنا که توی هتل جا گذاشته بود و گفت بله روی گیتارش هم لکه‌های خون وجود داره، این آقا احتمالش هست که دخیل باشه توی قتل دیوید و هنا. خب این تئوری توی فضای مجازی خیلی محبوب شده بود و داشت میچرخید دست به دست و حتی خود شان مکنا هم اومد یه بیانیه داد که من این کار رو انجام ندادم، اگه دستم زخمه گیتارم خونیه مال دوچرخه سواری چند روز قبله، هیچ ربطی به این داستان نداره و از پلیس من تعجب میکنم که داره میاد درگیر این شایعه‌های اینترنتی میشه. این دیگه خیلی عجیبه. البته همه یه کوچولو ذهنشون درگیر بود و اصلا به این نکته توجه نمی‌کردن که اون دی ان ای هایی که پیدا شده دی ان ای چند تا مرد آسیایی بوده، نه شان مکنا. در نهایت هم تونست با تکیه بر همین مسئله کشور رو ترک کنه شان مکنا و برگرده بریتانیا. توی تایلند عبارت مافیا فقط درباره سازمانایی که اعمال مجرمانه انجام میدن به کار برده نمیشه. کوتا یه جزیره بکر بود که از سال 1930 اومده بود زیر مجموعه تایلند شده بود و قبل از اونم بالاخره یه سری آدم اونجا بودن و زندگی میکردن. بیشتر املاک، زمینا، بیزنس‌ها توی کوتا محدود میشد به چند تا خانواده و عبارت مافیا توی تایلند برای اینجور خانواده‌هایی که حالا شاید هیچ کار خلافی هم انجام ندن به کار برده میشد. بعد از 1930 هم حتی این خانواده‌ها قدرت خودشون رو از دست ندادن،
و توی کوتا هر کسی کار اداری داشت یا گیر بود کارش میخواست جلو بندازه خودشو، میدونست قبل از این که بره سراغ مراجع قانونی باید بره سراغ این خانواده ها و نظر اونا رو جلب کنه. اینا مهمترن و پلیس از اینا حرف شنوی داره. یکی از این خانواده های مافیایی خانواده دویویچی بود که از قضا صاحب بار ایسی و کل اون مجموعه ریزورت هایی که هنا و دیوید توش اقامت داشتند هم بود. شان مک‌کنا وقتی که اون عکس رو پست کرد و از عبارت مافیا استفاده کرد، ناخودآگاه این خانواده رو کشوند به بازی. ملت رفتن زیر و بم اینا رو در آوردن. یه سری آدم خیلی پیگیر متوجه شدن که این رئیس خانواده دویویچی یه آقاییه که یه برادر داره به اسم مان دویویچی. کسی بود که دست راست برادرش بود و خیلی بهش اعتماد داشت. وقتی قیافش رو دیدن فهمیدن که این آقای ماندویویچی دقیقاً همون موقعی که پلیس توی صحنه جرم حاضر شده بوده بالا سر جسد دیوید و هنا، و حتی وقتی که پلیس مردم رو خارج کرده از محوطه و بالاخره تونسته که اون محوطه جرم رو یه جورایی تمیز کنه، ماندویویچی کلن اون وسط بوده و بغل پلیسا بوده و هیچ کس هم بهش هیچ چیزی نمیگفته. مردم شدیداً اعتراض داشتن به این مسئله که الان اگه دی ان ای ماندویویچی پیدا بشه اونجا، این آقا خیلی راحت میتونه بگه که من خب تو صحنه جرم بودم دیگه، فرداش 2 ساعت پیش پلیسا بودم، اشتباه کردم، تجربه نداشتم، دی ان ای هم احتمالاً افتاده یه جایی. افتاده که حالا نمیدونم، دی ان ای هم اونجا مونده. اما خیلی فراتر از این چیزا بود تئوری که مردم داشتن درباره‌اش صحبت میکردن. چرا؟ چون که یکی از اون 2 نفری که توی سوپرمارکت دنبال شان مک‌کنا افتاده بود خیلی شباهت زیادی داشت به آقای ماندویویچی. حالا کیفیت عکس خیلی اوکی نبوده ولی خیلی شبیهش بود. یکی از کسایی که برگشته بود به شان گفته بود تو امشب قراره خودکشی کنی. اوضاع داشت از دست پلیس دوباره خارج می شد. انگلیس به شکل دیپلماتیک وارد عمل شد. زنگ زدن به تایلندیا گفتن داداش دارین چی کار میکنین اونجا؟ یه جمع کنین این گندی که دارید میزنینو. دولت نوپای تایلند رسما آچمز شده بود سر یه پرونده جنایی و اومدن یه بیانیه دادن و چند تا عمل محکم و مهم انجام دادن. یکی این که گفتن با توجه به شرایط خاص جزیره کوتا که حالا تلویحاً داشتن اشاره میکردن به همون خانواده های مافیایی، گفتن ما از این 6 تا نیروی پلیسی که اونجا بودن استفاده نمی کنیم و نیروهای دیگه رفتن اونجا و دارن پرونده رو دنبال میکنن. مورد بعدی که بهش اشاره کردن این بود که خیالتون راحت باشه، خانواده دویویچی کاملا زیر نظر ماه و ما قراره الان ماندویویچی و نومتاد دویویچی یعنی خواهرزاده ماندویویچی رو دستگیر کنیم و ازشون یه سری سوال بپرسیم. حالا چرا این 2 نفر؟ چون که دوربین مداربسته بار ایسی نشون میداد که این 2 نفر دیشب توی اون بار حضور داشتن. حالا نومتاد خیلی قیافش مشخص نبود ولی ماندویویچی تابلو بود که خودشه. ماندویویچی هم اتفاقا زودتر دستگیر کردن. نومتاد رو پیدا نمی کردن که اونم یکم گشتن که پیداش کنن. اینجوری هم نبودن این خانواده ها که بگن ما باهاتون کار داریم بیان خودشون رو به پلیس معرفی کنن. بهشون بر میخورد و پلیس خودش بعد میرفت سراغشون، برشون میداشت میآورد. نومتادم توی یکی از خونه هایی که داشتن این خانواده و یه سری ریزورت بود اونجا پیدا کردن، آوردنش اداره پلیس. نومتاد توی اداره پلیس میگفت اون کسی که شما توی CCTV دیدین و میگین که منم، اون من نیستم اصلا. چرا؟ چون من اصلا دیروز تو کوتا نبودم، من تازه اومدم و دیروز تو بانکوک بودم، دانشگاه داشتم. اینم میتونم ثابت کنم. اگه شما اینجا دوربین مداربسته دارین، ما هم اونجا دوربین مداربسته داریم و من ثابت میکنم که اونجا بودم نه اینجا. رفتن تصویرهای دوربین مداربسته‌ای که از توی بانکوک داشتن هم چک کردن، دیدن که آره نومتاد اونجاه. اومدن اعلام کردن که نومتاد دویویچی آزاد میشه به این دلیل و هیچ دلیلی نیاوردن، ولی ماندویویچی هم گفتن که قراره آزاد بشه، ما به چیزایی که میخواستیم برسیم از این 2 نفر رسیدیم و فعلا آزادن این 2 تا. ملت شاکی بودن از این اتفاق و الان تو این نقطه از پرونده همه 2 به 2 از هم شاکی بودن. پلیس و خانواده دویویچی و مردم الان همه با هم مشکل داشتن.
خبرنگارایی که تونسته بودن خودشون رو برسونن به ماندویویچی و چند تا سوال ازش بپرسن، ازش پرسیدن که تو سوپرمارکت چی کار میکردی؟ به شام مکنن چی میگفتی؟ ماندویویچی هم خیلی ریلکس با یه حالت بدی گفت که من رفته بودم بپرسم ازش که جریان خونه روی گیتار چیه؟ دنبال حل پرونده بودم. نحوه جواب دادن ماندویویچی و رفتارش یکم بد بود، یکم داشت مسخره میکرد که من الان آزاد شدم، هیچ کاری نمیتونین بکنین. دوباره اینترنت همه شروع کردن به گیر دادن به پلیس تایلند و تلفن امور خارجه تایلند هم سوراخ شده بود، انقدر از انگلیس زنگ میزدن بهشون. پلیس باز دوباره واسه اینکه جو آروم کنه اومد تصویر دوربین مداربسته‌ای که نومتاد ادعا میکرد که بر اساس اون توی بانکوک بوده رو منتشر کرد. ببین اوضاع وقتی افتضاحه اینجوریه دیگه، وسط پرونده جنایی پلیس میاد یه مدرکی رو پابلیش میکنه که ملت آروم بگیرن بگن اوکی باشه پلیس داره درست کار میکنه. که تازه این فیلم دوربین مداربسته هم که منتشر کردن، برخلاف چیزی که قبلا گفته بودن، دوربین خود دانشگاه بانکوک نبود، دوربین لابی اون آپارتمانی بود که نومتاد توش زندگی میکرد توی بانکوک. و بله توی اون فیلم نومتاد میومد چند بار رد میشد از توی لابی و اوکی به نظر میرسید همه چیز. اما خب باز یه سری شایعه خیلی جدی شنیده شد که اون لابی اون آپارتمانه هست، ولی الان این شکلی نیست، این دیزاینش قدیمیه و این فیلمه قدیمیه و الان اومدن منتشر کردن که نومتاد یه جورایی نجات بدن. و اصلا میگفتم پلیس واسه چی دروغ گفته؟ همون اول میگفته دوربین مداربسته آپارتمانش توی بانکوک، یه ریگی به کفششون بوده حتما که اومدن دانشگاه بانکوک کشیدن وسط. وجهه پلیس دوباره له شد و ملت داشتن گیر میدادن که این بار خود خانواده دویویچی اومد و یه بیانیه داد و گفت که ما رسما اعلام میکنیم که هر کسی توی جهان بتونه این معما رو حل کنه و ثابت کنه که یکی از اعضای خانواده دویویچی قاتل دیوید میلر و هانا اویتریچ هستن، 1 میلیون بات جایزه میگیره که 1 میلیون بات میشده حدود $30,000 آمریکا. بات هم واحد پولی تایلنده. ذهنتون اگه جای منفی رفته که نه اون نیست، چون اگه اون بود خیلی عجیب میشد 1 میلیون بات. این واکنش خانواده دویویچی خیلی تأثیری توی رفتار مردم سایر جای دنیا نداشت. شاکی بودن از پلیس، از همه اتفاقایی که داشت اونجا میافتاد. سفارت انگلیس رسما اومد پیشنهاد داد که اجازه بدین ما نیرو وارد کنیم و خودمون کمکتون کنیم توی حل این پرونده. اینم خیلی محترمانه گفتن، جوری که بر نخوره، توهین نشه به پلیس تایلند. ولی خب این پیشنهاد رو رد کردن تایلندیا. توی انگلیس دیگه رسانه ها شروع کرده بودن به کوبیدن پلیس تایلند، علنا مستقیما داشتن انتقاد میکردن، میگفتن که اینا اولا که حقوق بشر و اینا رو که رعایت نمیکنن کلا، بعد با این حال اون صحنه جرمشونه، بعد میان دونه دونه مظنونین رو اعلام عمومی میکنن. این چه وضع کار کردنه؟ الان هم که هیچ سرنخ تازه و فرشی ندارن که بتونه کمکشون کنه. اینا رسما خراب کردن پرونده جنایی رو. یکی از خبرنگارهای BBC که توی تایلند مستقر بود اومد رفتار پلیس رو به فیلم‌های کمدی جنایی تشبیه کرد و گفت که توی کوتا کلاً 300 تا دوربین مداربسته وجود داره که از این 300 تا هم فقط 106 تاش کار میکنه و طبق منابعی که داریم هنوز پلیس نرسیده که این 106 تا دوربین رو چک کنه و هنوز نمیدونن که توی اون تایمی که قتل اتفاق افتاده توی دوربینای مداربسته چه اتفاقاتی افتاده. این خبرنگار فیلم دوربین مداربسته بار ایسی رو اومد منتشر کرد و گفت که ساعت 2:08 دیوید توی تصاویر دیده میشه و ساعت 5 صبح هم که جسد این 2 نفر پیدا شده. یعنی بین ساعت 2:08 بامداد تا 5 صبح این قتل اتفاق افتاده. الان خبرنگارا داشتن آموزش تایملاین چیدن میدادن به پلیس تایلند. پلیس تایلند هم
کاملا همگام با خبرنگارا و انتقادات جلو میرفت. بعد از اینکه این خبرها منتشر شد تصمیم گرفتن زمان بیشتری بذارن رو دوربینای مداربسته و فهمیدن که چقدر خوب میشد اگه زودتر این کارو میکردن. توی دوربینای مداربسته‌ای که توی سطح جزیره بود رسیده بودن به 3 نفر آدم مشکوک که داشتن توی دوربینای مختلفی که داشتن این 3 نفر رو دنبال میکردن. این 3 نفر سوار موتورسیکلت بودن، یه گیتار داشتند و توی حرکتشون به یه فروشگاه 7-11 رسیدن، رفتن اونجا سیگار خریدن، آبجو خریدن، اومدن دوباره سوار موتور شدن، دوباره راه افتادند و آخرین جایی که دیده میشن و بعدش برای مدت طولانی نیستن یه دوربین مداربسته‌ایه که خیلی نزدیک به ساحل سیری و جایی که قتل اتفاق افتاده. هیچ خبری از این 3 نفر نداریم تا ساعت 3:45 که این بار دوربینای بیرون مغازه یه فروشگاه 24 ساعته داره یه مرد بدون لباسی رو نشون میده که با دوستش دارن حرکت میکنن و وارد یه مسیر فرعی میشن که اون مسیر فرعیه میرسیده به یه خونه ییلاقی. روز 1 اکتبر یعنی 2 هفته بعد از قتل دیوید میلر و هانا اویتریچ پلیس جلوی در این خونه وایساده بود و از شانسشون واقعا خوش شانس بودن که اون جوون برمه‌ای رو داخل اون خونه پیدا کردن. ازش پرسیدن که اسمت چیه؟ تو کی هستم؟ بعد اینکه شب قتل کجا بودی؟ گفت اسم من موموه. من شب قتل با 2 تا از دوستام زورالین و ویپیو گیتار رو برداشتیم رفتیم لب ساحل آبجو زدیم و آواز خوندیم و اشغال کردیم. بعدش من ازشون جدا شدم رفتم پیش دوست دخترم، پیش اون بودم، بعد برگشتم خونه دیدم این 2 تا توی خونه گرفتن خوابیدن. روزای بعدم هیچ مورد مشکوکی ندیدم، همه چیز اوکی و نرمال بود. دست مومو رو گرفتن گفتن اوکی الان تو باید ما رو ببری پیش زورالین و ویپیو، همین 2 تا دوستی که میگی. و ساعت 1 بامداد 2 اکتبر مومو پلیس تایلند جلوی در یه خونه‌ای وایساده بودن که ویپیو و زورالین قرار بود اونجا باشن. در باز شد و پلیس متوجه شد که اون خونه یه خونه‌ایه که 8 تا کارگر برمه‌ای دارن توش زندگی میکنن و به سیسشون هم میخوره که قانونی نباشه حضورشون توی تایلند و عشان اون چیزی که میخواستن رو پیدا کردن. به علاوه اینکه زورالین هم اونجا بود ولی خبری از ویپیو نبود. زورالین 22 ساله توی یه دهکده دور افتاده توی برمه به دنیا اومده بود و وضعیت دهکدهشون به شکلی بود که آب شرب لوله کشی نشده بود و برق نداشتن. اینام جزء فقیرای اون منطقه بودن و بعد از اینکه پدرش فوت شده بود اومده بود به صورت غیرقانونی توی تایلند توی بار ایسی کار میکرد. با اینکه پول خوبی در نمی آورد ولی وضعش خیلی بهتر از چیزی بود که توی برمه داشت و میتونست یکم از این پسندازش رو حتی واسه مادرش هم بفرسته توی برمه. راضی بود از شرایط به طور کلی. پلیس ازش خواست که بره هرچی پاسپورت داره رو ورداره بیاره با هم دیگه برن اداره پلیس، که اونجا متوجه شدن که زورالین حتی یه دونه پاسپورت هم نداره و حضورش توی تایلند غیر قانونیه. درجا دستگیرش کردن به جرم حضور غیر قانونی توی کشور و بردنش اداره پلیس. ویپیو هم زندگیش تقریبا مشابه زورالین بود، وضعیت جالبی نداشتن توی برمه و الان توی یه مسیر بود داشت میرفت یه جایی که یه کار جدیدی پیدا کرده که خبر نداشت توی مقصد پلیسا منتظرشن که بگیرنش چون زورالین گفته بود که داره کجا میره. ویپیو رو هم دستگیر کردن به همون دلیل پاسپورت نداشتن و حضور غیر قانونی و برگردوندنش به کوتا که درباره قتل دیوید و هانا ازش سوال بپرسن. توی اداره پلیس با توجه به اینکه این 2 نفر ورود غیر قانونی داشتن به کشور خیلی دوستانه باشون برخورد نمیشد و مجبورشون کردن که زیر یه سری برگه قانونی رو امضا کنن این 2 نفر که خودشون رضایت بدن سمپل دی ان ای ازشون بگیرن دیگه، نرن سراغ حکم و این داستانا که وقتشون تلف بشه. اونا هم این کارو کردن، سمپل دی ان ای از این 2 نفر گرفته شد و تا زمانی که جوابش مشخص بشه مدام روی مغز این 2 نفر داشتن راه میرفتن و هی فشار می آوردن بهشون و
تهدیدشون میکردن یه جورایی. جواب DNA اومد و پلیس اعلام کرد که DNA زورالین و ویپیو کاملا با اون DNA هایی که روی بدن هانا ویتریج بوده مطابقت داره. یه رسمی توی تایلند وجود داره که وقتی یه نفر یه جرم خیلی سنگینی و مرتکب میشه میبرنش توی صحنه جرم که بازسازی کنه هر کاری که انجام داده بوده رو و این کارم توی ملأ عام انجام میشه. یعنی هم مردم میتونن بیان، هم خبرنگارا میتونن فیلم و عکس بگیرن، همه چیز آزاده اونجا. هدفشون هم اینه که میگن اون کسی که مرتکب اینجور جرما میشه به عنوان بخشی از مجازاتش باید اون آبرو و چهره‌ای که داره بین مردم از بین بره و دیگه نام نیکی نداشته باشه. روز 3 اکتبر قرار بود که این 2 نفر برن تو ساحل سیری و این مراسم شروع بشه و کلی خبرنگار و کلی توریست کنجکاو جمع شده بودن منتظر بودن که پلیسا و این 2 مجرم برسن سر صحنه جرم. زورالین و ویپیو توی ساحل حاضر شدن، کلا کاسکت سرشون بود و جلیقه ضد گلوله پوشیده بودن که کسی بلایی سرشون نیاره و پلیس هم گیتارشون رو آورده بود. مراسم قرار بود که از گیتار زدن این 2 نفر و آواز خوندنشون شروع بشه، همون جوری که اون شب هم اتفاق افتاده بود. پلیس داشت توضیح میداد که این 2 نفر داشتن گیتار میزدن، مومو رفته بوده پیش دوست دخترش. این 2 داشتن به این فکر میکردن که چه روزگاریه، ما یه دوست دختر نداریم، نگاه کنیم مومو دوست دختر داره. تو همین افکار بودن که اون ور ساحل رو نگاه میکنن، میبینن یه دختر پسرم اونجا دارن همدیگر میبوسن. و خب قبلا توضیح دادم که این منطقه از تایلند یه جاییه که خیلی توریستی نیست و حالا این منطقه کوتا منظورمه و یکم مذهبیه، معبدای مذهبی اونجاه. پلیس میگه که به خاطر همون رسم و رسوما و حالا یکم هم قاطیش حسادت جنسی، ویپیو و زورالین بدون فکر کردن میرن سمت اون 2 نفر. نقشه این 2 نفر این بوده که اول پسره رو بیهوش کنن و بعد به دختره تجاوز کنن، ولی وقتی که پسره رو میزنن که خب مشخصا داریم درباره دیوید صحبت میکنیم، میفهمن که زیاده روی کردن و دیوید مرده و الان اون دختره شاهد قتله، پس اونم باید بکشیم. بعد از قتل دیوید میرن سراغ هانا که در واقع هدف اصلیشون هم بوده و بعد از اینکه بهش تجاوز میکنن اون رو هم با همون بیلچه‌ای که داشتن انقدر محکم میزنن که اونم از دنیا میره. ویپیو عینک و آیفون دیوید رو بر میداره و بعد از چند روز وقتی میفهمه که اینا ممکنه براش داستان ساز بشه، عینک رو میشکونه پرت میکنه تو دریا، موبایلم میشکونه میبره میده به یکی از رفیقاش به اسم رن و رن هم موبایل رو توی حیاط خونهشون چال میکنه. پلیس قبل از اینکه این مراسمی که الان داشت برگزار میشد و راه بندازه رفته بود پیش رن و موبایل خورد شده رو پیدا کرده بود. سریال نامبرش رو فقط میتونستن بخونن چون موبایل کاملا پودر شده بود و سریال نامبرش رو وقتی با بریتانیا چک کردن دیدن که بله این موبایل متعلق به دیوید میلر بوده و این یه مدرک فیزیکی خیلی محکم بود بر علیه این 2 نفر. این مدرک فیزیکی یکم دست و بال اون تئوریسین های اینترنتی رو هم میبست دیگه، نمیتونستن خیلی بیان زیر سوال ببرن این قضیه رو و یکم پلیس تایلند داشت نفس میکشید. هرچند که توی بانکوک پست یه مقاله‌ای چاپ شد و گفت الان که نگاه دنیا به ماه بذاریم بگم شما دیدید که چطور پلیس اول پرونده به جای اینکه بره پرونده جنایی رو حل کنه بیشتر فکر و ذکرش این بود که خانواده دویویچی رو نجات بده و اولش رفت سراغ 200 تا شهروند درجه چندم که قتل رو بندازه گردن اونا که یه موقع کسی سراغ این خانواده مافیایی ها نره، ما توی همچین وضعیتی داریم زندگی میکنیم. پلیس تایلند خیلی از این مقاله خوشش نیامد طبیعتاً و یه بیانیه داد که آقا دیگه این پرونده جنایی تموم شده است و دیگه هر کسی به هر نحوی بخواد درباره‌اش صحبت کنه ما دستگیرش میکنیم، شوخی نداریم دیگه، بسه. خب این بیانیه‌ای که دادن که فقط تو خود تایلند قاعدتاً اجرا میشد و هنوز توی انگلیس داشتن گیر میدادن به نحوه عملکرد پلیس و هیچ چیزی هنوز اوکی نشده بود، ولی الان این بیانیه یه مشکلی داشت.
بالاخره الان پلیس قاتلا رو پیدا کرده بود و الان لحظه اونا بود، میتونستن تا صبح پوز بدن درباره این قضیه و هی بیان صحبت کنن که ما بالاخره حلش کردیم. این که میخواستن هیچ کس درباره این پرونده صحبت نکنه یه چیز سوال برانگیزی بود که توی رسانه‌های خارج تایلند خیلی درباره‌اش صحبت میشد و به نظرشون عجیب بود این رویکرد پلیس. یکم زیادی متواضعانه بود نسبت به چیزی که از پلیس تایلند دیده بودن. تازه این مسئله هم وجود داشت که مقاله بانکوک پست علیرغم اینکه داشت به یه شرایط کلی اشاره میکرد، داشت تلویحاً اینم میگفت که آقا باز دوباره 2 مهاجر غیرقانونی قاتل شدن و اون خانواده قاتل نبودن. بازم تهش این شکلی تموم شد. همه داشتن الان به این فکر میکردن که زورالین و ویپیو به عنوان 2 شاهد رفته بودن توی اداره پلیس و اگه دی ان ای نمیدادن پلیس نمیتونست خیلی اذیتشون بکنه و اینا خیلی زود بندو به آب دادن به عنوان 2 قاتل و حالا اصلا دی ان ای رو دادین رفت، چرا موبایل رو درباره‌اش صحبت کردین؟ اونو که اصلا هیچ کس ازتون چیزی نخواسته بود، چیزی هم علیتون نداشت. یه همچین مدرک فیزیکی محکمی رو چطور دادید دست پلیس که یه همچین بلایی رو سرتون بیاره؟ یکم همه چیز پرفکت بود برای متهم کردن این 2 نفر. این دیدگاه داشت اشاره میکرد به این مسئله که پلیس در واقع مدارک رو جاسازی کرده و همه چیز رو صحنه سازی کرده که این 2 نفر رو هول بده به عنوان قاتل معرفی کنه و باز هم ما با قاتلای اصلی پرونده روبرو نیستیم. توی کتابی به اسم نفرین لاک‌پشت که از روی همین وقایع این پرونده سوزان بوکنان نوشته، اومده گفته که چند تا از شاهدایی که توی اون مراسم بودن به من گفتن که این 2 نفر بعضی جا اشتباه حرکت میکردن و پلیس راهنماییشون میکرد که این کارو کردین اون شب و حتی بعضی موقع این راهنمایی‌ها فیزیکی هم میشده، یعنی کلا مسیر رو اشتباه میرفتن، پلیس میومده راهنماییشون میکرده میگفته نه از این طرف باید برید، اینوری رفتید شما. توی کتاب از عبارت عروسک خیمه شب بازی استفاده کرده سوزان بوکنان برای توصیف این 2 نفر توی روزی که قرار بود برن این مراسم بازسازی صحنه جرم رو انجام بدن. سوالات بیشتری هم البته کم کم رو میشد، مثلا اینکه اگه این 2 نفر حسادت جنسی کردن به دیوید و دارن میگن که اون 2 نفر داشتن همدیگر رو میبوسیدن، پس چرا روی بدن حنا هیچ اثری از دی ان ای دیوید پیدا نشده؟ که واقعا سوال بزرگیه وقتی یکم بهش فکر کنی. و حالا مطلب دیگه‌ای که میگفتن این بوده که تجاوز جنسی معمولاً از حسادت جنسی نشأت نمیگیره و یکم بیشتر از اونجایی میاد که یه ناهنجاری وجود داره که مردا دوست دارن تصاحب و قدرت خیلی ناهنجاری رو تجربه کنن و این هم باز توی این مورد اتفاق نیفتاده بود که حالا این دلیله یکم سانتیمانتال بیشتر برمیگرده به کشورهای پیشرفته، اصلا ما اینو میذاریم کنار، ولی اون سوال اول خیلی سوال مهمی بود که چرا دی ان ای دیوید نبوده اگه واقعا داشتن هم دیگر میبوسیدن. پرسش بعدی که وجود داره درباره فیزیک این 2 نفره. این 2 نفر حالا به خاطر ژنتیک جغرافیایی و مشکلات مالی که داشتن و سوء تغذیه‌ای که داشتن 2 جوون لاغر آسیایی بودن که قدشون به زور میشد 160، یعنی قدشون حتی از حنا هم کوتاه‌تر بود، چه برسه به دیوید 188 سانتی ورزشکار. یعنی اینا وقتی اون 2 نفر رو دیدن یکیشون باید میرفته حنا رو کنترل میکرده، یکیشون باید میرفته با دیوید درگیر میشده که هر چقدرم حسادت جنسی بهت فشار بیاره یکم فکر میکنی که من پس این 2 نفر بر نمیام، پس میشینم گیتار میزنم سیگار میکشم. این کاری نیستش که بتونم انجام بدم، ولی خب این 2 نفر به خودشون باور داشتن رفتن و انجام هم دادن. 20 روز حدوداً گذشته بود از قتل دیوید و حنا و این 2 نفر با اینکه با رسم و رسوم ورود و خروج غیرقانونی خیلی خوب آشنا بودن ولی فرار نکرده بودن، علیرغم اینکه میدونستن پلیس چقدر دنبال قاتلای این پرونده است، حتی مافیا هم افتاده دنبال قاتلا و الان همه دارن تهدیدشون میکنن.
حتی ویپیو رفته بود کار جدید پیدا کنه. اینا اصلا به فکر فرار نیفتاده بودن که برگردن حداقل همون برمه آبا از آسیاب بیفته. اظهار نظر بعدی پلیس درباره این حرفا هم اصلا اظهار نظر جالبی نبود، اصلا کمک نمیکرد به تئوری پردازا پلیس و اومد بدون اینکه توجهی کنه به همه این صحبتایی که شده گفت که ما از اولش هم میدونستیم که یه تایلندی قاتل نیست، اصلا یه همچین قتلی از یه تایلندی بر نمیاد، بعیده. و رسما با این حرفش توهین کرد به هر ملیتی که حداقل یه دونه قاتل خشن توی تاریخشون وجود داشته. اصلا یعنی چی آخه؟ مگه آدم دیگه ملیت؟ فعالان حقوق بشری خیلی قفلی زده بودن روی کارهایی که پلیس تایلند انجام داده بود و یه سریاشون متوجه شده بودن که اون برگه‌ای که این 2 نفر امضا کرده بودن و رضایت داده بودن که سمپل دی ان ای ازشون گرفته بشه به زبان تایلندی بوده و این 2 نفر سواد خوندن زبان تایلندی رو نداشتن. یه مترجم آورده بودن که اون مترجم هم خودش یه کارگر میانماری بوده و مترجم رسمی دادگستری نبوده که این کار خودش غیر قانونیه، بعد ثبت میکردن یه مترجم رسمی می آوردن. در ادامه این اتفاقا سفیر میانمار و فعالای حقوق بشری که توی تایلند بودن به همراه رئیس حزب کارگران کوتا میرن توی زندان که با این 2 نفر یه ملاقاتی داشته باشن و اونجا متوجه میشن که اصلا این 2 نفر حق و حقوقشون رو نمیدونن و تا الان با هیچ وکیلی صحبت نکردن. روی بدن این 2 نفر جای کبودی دیده میشد و وقتی ازشون میپرسیدن که داستان این کبودی ها چیه میگفتن اینا مال همون جنایته، مال همون 3 هفته پیشه. این آدمایی که رفته بودن ملاقات کم آدمایی نبودن، بالاخره آدمای دیپلماتیکی بودن. برگشتن گفتن که ببینین بچه‌ها، شما الان به خاطر جرمی که انجام دادید احتمالاً جفتتون حبس ابد رو میگیرین اگه اعدام نشید. بعد تازه اگه یکیتون اوضاعش بدتر بشه، یکیتونم بعد از کلی سال از زندان آزاد بشه، دیگه زندگی نمیتونه بکنه که بعد بره یه گوشه‌ای واسه خودش بلوله تا بمیره، چون رسما بی‌آبرو شدید توی منطقه. این 2 تا جوون این حرفا رو که شنیدن به همدیگه نگاه کردن و انگار که شوکه شده بودن، تعجب میکردن و بالاخره یکیشون دهنش رو باز کرد و شروع کرد به گفتن حقایق شب قتل. این 3 تا دوست یعنی مومو، زورالین و ویپیو اون شب گیتار رو ور میدارن، میرن 7-11 آبجو میخرن، سیگار میخرن، میرن لب ساحل، شروع میکنن به خوردن و خوندن. بعد یه جایی آبجوشون تموم میشه، زورالین و ویپیو پا میشن میرن سوپرمارکت، آبجو میخرن، بر میگردن پیش مومو، دوباره یکم اونجا میمونن. مومو بعدش این 2 نفر رو ترک میکنه و این 2 نفر تنها میمونن. تا اینجاش همه چیز عین همون داستانیه که پلیس تعریف کرده. زورالین و ویپیو یه مدتی میشینن اونجا گیتار میزنن، بعد متوجه میشن که یه نم بارونی هم داره میاد و تصمیم میگیرن که اصلا نرن خونه تا طلوع آفتاب همونجا بمونن و حال کنن از اون فضایی که هست. فقط زورالین سرش درد میکرده به خاطر آبجویی که خورده بود و سیگاری که کشیده بود زیاد. میگه آقا من 1 دقیقه میرم تو آب، کلمو میکنم زیر آب، اوکی میشم، برمیگردم تا صبح هم اینجا بشینیم. ویپیو فاز زورالین رو میگیره، میگه منم میام، لباسشو میکنه، دمپاییاشو در میاره و میره توی آب. حدود یه روپیو توی دریا بودن شنا میکردن و وقتی که برمیگردن توی ساحل میبینن که لباس و کفشای ویپیو رو یکی پیچونده برده. این ور اون ور نگاه میکنن میبینن کسی نیست توی ساحل. اونورتر 20 نفر جلوی بار ایسی وایسادن دارن میکوبن که خب خیلی دورن، احتمالا اونا بلند نکردن وسایلو. بی خیال میشن، میگن آقا نخواستیم، برمیگردن خونه. وقتی تصمیم میگیرن برگردن خونه میبینن که خونه مومو نزدیکتره، میگن شبو بریم اینجا بخوابیم، صبح حالا پا میشیم میریم سراغ خونه زندگی خودمون. و این میشه اون آدم بدون لباسی که توی دوربین مداربسته دیده شده بود که داشته حرکت میکرده. ویپیو میگه من ناراحت بودم، استرس داشتم، چون که اون تیشرتی که گم کرده بودم
تیشرت مومو بود. بعد گفتم که ای بابا بعد اینو پیدا کنم. صبح که پا شدم رفتم ساحل که تو نور بگردم ببینم تیشرت هست یا نه، که رفتم اونجا تیشرت اینا رو پیدا نکردم. خدا یه چیز بهتری گذاشت جلوی پام، یه آیفون اونجا بود با یه عینک برند. من جفتشو برداشتم. ویپیو برمیگرده خونه مومو و گوشی رو باز میکنه، میبینه پس کد میخواد، باز نمیشه. بعد شارژرم نداره، شارژر آیفون. بعد ببره اینو بده به یکی از دوستای مایه‌دارش که آیفون داره، یعنی رن. سر راهش که میخواسته بره سر کار میره پیش رن، گوشیو میده، میگه اینو شارژ کن، رمزش هم یه جوری واسم باز کن دیگه، من نمیدونم. و میره سر کار، از همه جا بیخبر. وسط روز وقتی رن اخبار رو میبینه و متوجه میشه که اون موبایل میتونه متعلق به چه کسی باشه، گوشیو میشکونه و توی حیاط دفنش میکنه. و خب این کل داستانی بوده که این دو نفر وقتی دستگیر میشن توی 2 اتاق بازجویی مجزا هستن برای پلیس تعریف میکنن، ولی خب پلیس قبول نمیکرده حرفاشونو. اون مترجمی که آورده بوده پلیس برمیگرده میگه که ببینین شما اگه الان سر حرف خودتون وایسید اینا 100% میکشنتون، میندازنتون تو دریا. شما هم که اصلا غیر قانونی اینجایین، نه خانی اومده نه خانی رفته، واقعا هیچ تفاوتی نمیکنه، هیچکی دنبالتون نمیگرده. در عوض اگه به چیزی که میگن گوش بدید 5-6 سال زندان میگیرین، میرین تو میاین بیرون، تازه بعدش پلیس خیلی هم باهاتون خوب شده و میتونین قانونی هم اینجا بمونین، اوضاع براتون بهتر میشه. ویپیو حتی تعریف میکنه که میگه اینا منو کامل لخت کردن، انداختن توی یه اتاقی که پر از کولر بود، آب سرد میپاشیدن روم، کتکم میزدن، روی سرم کیسه میکشیدن هر چند وقت یه بار و حتی به بیضه هام برق وصل میکردن. یعنی در نهایت این 2 نفر از همه جا بیخبر اتهامات رو میپذیرن و روز بعدش میرن برای اون مراسم بازسازی صحنه جرم. این ملاقات دوباره همه معادله ها رو به هم ریخت. واسه این 2 نفر وکیل گرفتن. این 2 نفر 2 ماه بعد از دستگیریشون ادعای بیگناهی کردن و حتی به پلیس این اتهام رو زدن که ما رو شکنجه دادن و به زور حرف ازمون کشیدن. مقامات میانماری اومدن بیانیه دادن که اگه تایلند بخواد این رفتارهای عجیب غریب رو ادامه بده، ما مجبوریم همه مراودات سیاسیمون رو قطع کنیم با تایلند. و از این ورم تایلندیا میگفتن که آقا اینا اولش اومدن اعتراف کردن، بعد رفتن فکر کردن به این داستانه رسیدن که بخوره قشنگ به سناریویی که انجام دادن و مدارکی که بر علیهشون هست، حالا اینو اومدن توی اون ملاقاته گفتن که بپیچن به بازی. دادستان میگفت اصلا با توجه به وجود دی ان ای دیگه بحث شکنجه و اینا مطرح نیستش، که ما اصلا با دی ان ای میریم جلو، اصلا کاری با اعتراف اولیه خودشون نداریم که الانم تازه دارم میگم بیگناهن. اما خانواده های میلر و ویتر ریج از توی انگلیس مصاحبه کردن و گفتن که به نظرشون زورالین و ویپیو 2 آدم بیگناهن که پلیس تایلند بالاخره تونست پیدا کنه و یه جوری این قتل رو بندازه گردنشون و به شدت ناراضی بودن از عملکرد پلیس و عصبانی بودن. مستندات دی ان ای پرونده فقط یه برگه بود که اونم گواهی آزمایشگاه رسمی بود که اون آزمایشو گرفته بود. اصلا خبری از صفحه های مستندات دیگه مثل زنجیره حوادث و اندازه سمپل و اینجور اطلاعاتی که معمولا تو پرونده های جنایی که بحث دی ان ای میاد وسط میبینیم نبود. کارشناسای دی ان ای می اومدن حتی درباره خود پروسه هم صحبت میکردن، میگفتن که اگه واقعا بعد از 24 ساعت نتیجه دی ان ای این صحنه جرم مشخص شده باشه با توجه به اندازه کم سمپل و رطوبت هوا و اون صحنه جرمی که به شدت به هم ریخته شده و تو باید نمونه ها رو با دقت انتخاب کنی، یعنی اون آزمایشگاه شاهکار توی علم ژنتیک انجام داده و کنایه میزدن، در واقع یه جورایی میگفتن امکان نداره 24 ساعته به نتیجه برسی.
از اصل ماجرا ولی دور نشیم. 2 جوون به قتل رسیدن، زورالین و ویپیو دستگیر شدن به جرم قتل و دادگاهشون حالا قرار نیست برگزار بشه. یه سریام میگن اینا بیگناهن، ولی اگه بیگناه باشن پس قاتل کیه؟ کوتا یکی از مقاصد تفریحی محبوب بود بین اروپایی‌ها و خود کوتاهی‌ها هم داشتن الان دوباره رو این کار میکردن که ما برای مدت‌های خیلی طولانی یه محیط امن و فراهم کرده بودیم و این یه اتفاق بود که خیلی تلخ بود، ولی ما میگذریم ازش و دوباره تبدیل میشیم به همون بهشت رویایی که میخوایم. اما یه مشکلی این وسط وجود داشت و اونم این بود که این قتل و بازتاب جهانیش یه سری خاطراتو برای بعضیا زنده کرده بود. توی سال 2012 یعنی 2 سال قبل از اتفاقی که برای دیوید و هانا افتاد، بن هرینگتون به همراه برادرش و یکی از دوستاشون رفته بودن توی کوتا که تفریح کنن، اشغال کنن. توی ساحل سیری بودن که آبجوشون تموم میشه و بن سوار موتورسیکلت اجاره‌ای میشه و میره که آبجو بخره بیاد. میبینن که خبری از بن نمیشه، نگرانش میشن و وقتی که پیگیری میکنن میفهمن که بن هرینگتون تصادف کرده و از دنیا رفته. پلیس جسد بیجون بن هرینگتون رو کنار جاده پیدا کرد، در حالی که میگفتن که سرش خورده حین رانندگی به تیر چراغ برق و گردنش شکسته و مرده. بعد از مرگ بن هرینگتون مقامات خیلی سریع میخواستن جسدش رو بفرستن که سوزونده بشه طبق رسم و رسومات، که خانواده‌اش میگن آقا یه دقیقه صبر کنین، فندک اونور بگیرید، یه دقیقه ما توریستیم میخوایم برگردیم کشور خودمون، که با کمک سفارت انگلیس در نهایت هم موفق میشن که جسد رو برگردونن به خاک انگلیس. جسد رو که تحویل گرفتن متوجه شدن که تیر چراغ برق علاوه بر این که قتل انجام داده، کیف پول بن هرینگتون هم مثل این که دزدیده و همین باعث شد که توی انگلیس هم جسد رو بفرستن واسه پزشکی قانونی که یه بارم اونجا روش آزمایش انجام بدن. بررسی‌های جدید نشون میداد که روی گردن بن هرینگتون هیچ نشونه‌ای وجود نداره که ثابت کنه که گردنش شکسته و در واقع یه جسم سفت و سنگین به سرش ضربه زده که باعث مرگش شده. 15 ماه بعد از این اتفاق خانواده پیرسون رفته بودن که جشن سال نو رو توی کوتا جشن بگیرن و همه داشتن دوره هم شام میزدن توی رستوران خیلی باصفا و ساعت 1:30 شب نیک پیرسون از باباش خواهش کرد که کمکش کنه که اونو ببره توی اون اتاقی که داره و حالا پاش یه جراحتی دیده بود چند روز قبل و نمیتونست خودش تنهایی بره توی اتاق. باباش بهش کمک میکنه، نیک وارد اتاق میشه و میگیره میخوابه. فردا صبح میبینن که خبری از نیک نمیشه، میرن دم اتاقش و میبینن که در قفله و کسی هم اونور جواب نمیده. به زور در رو باز میکنن و میبینن که اصلا کسی داخل اتاق نیست. پلیس شروع میکنه به گشتن دنبال نیک پیرسون و جسد نیک پیرسون 50 متر اونورتر از جایی که اقامت داشتن روی موجهای دریا پیدا میشه. بعد از بررسی که روی جسد نیک پیرسون صورت میگیره مشخص میشه که نیک از روی صخره‌های ساحل افتاده پایین و مرده و بعدش هم خفه شده، غرق شده توی آب. فقط مشکلی که وجود داشت این بود که خانواده‌اش میگفتن این خب پس چرا فقط خفه شده، چرا یه خراش هم روش نیفتاده و خب بالاخره از اون ارتفاع میفتی باید یه جایت هم بشکنه دیگه. این مشکوک بود این قضیه. ضمن اینکه کلن هم با همون لباسایی پیدا شده بود که شب قبل باباش گذاشته بودش توی رخت خواب. جسد نیک رو هم برمیگردونن به انگلیس و روی اونم پزشکی قانونی میاد یه سری آزمایش انجام میده، ولی خب به خاطر اینکه مدت زیادی گذشته بوده و جسد هم مدت زمان زیادی توی آب بوده و خیلی زودتر تجزیه شده، نمیتونن به نتیجه خاص و جدیدی برسن و پایان این اتفاق یه پایان کاملا بازه. مادر نیک یعنی ترودی بعد از اینکه خبر مرگ هانا و دیوید رو شنید اومد یه مصاحبه کرد و گفت که با توجه به چیزایی که ما پشت سر گذاشتیم
مطمئنیم که پلیس تایلند اصلا پلیس صادقی نیست و خانواده این 2 نفر کاملا باید به همه چیز شک داشته باشن. داستان سم ونتین یکم متفاوته. سم ونتین 23 ساله سال 2013 تعطیلات رو رفته بود کوتا و برگشته بود. خیلی خاطرات خوبی هم داشت از کوتا. الان توی کشور خودش نشسته بود داشت اخبار تماشا میکرد. توی اخبار خبر قتل دیوید و هنا رو دید و وقتی لوکیشن قتل این 2 نفر رو داشت توی تصاویر میدید یه سری خاطرات بد و ترسناک براش زنده شد. یادش اومد همین 15 ماه پیش وقتی با دوست دخترش کارلا داشتن از بار برمیگشتن هتل، توی ساحل نشستن یک کم خلوت کنن با هم دیگه که همین جوری که نشسته بودن صدای موتورسیکلت شنیدن. برگشتن دیدن 2 آدم هیکلی با ماسک اونجا وایسادن و یه میله هم دستشونه. کارلا شروع کرد به جیغ و داد کردن. اون 2 نفر ریختن سر سم و سم رو کتک زدن. سم بیهوش میشه و تنها چیزی که یادش میاد صدای جیغای کارلاه و وقتی که به خودش میاد بلند میشه میبینه که کارلا همچنان داره جیغ میزنه و خبری از موتورسیکلت و اون 2 مرد نیست. بعد از این اتفاق خیلی سریع کوتا رو ترک میکنن و تصمیم میگیرن که این ماجرا رو گزارش ندن به جایی و حالا با دیدن دیوید توی اون کیسه پلاستیک میدید که میتونست خودش جای دیوید باشه و الان احساس میکرد باید بره این قضیه رو گزارش کنه و یه جورایی کمک کنه به پرونده. هر طوری که شده ایمیل مقامات تایلند رو پیدا کرد و این قضیه رو گزارش داد، ولی دیگه هیچ خبری از طرف مقابل نشد و هیچکس پیگیری نکرد که داستان سم ونتین چیه. سم با دیدن زورالین و ویپیو میگفت که این 2 خیلی ریزن و عمرن اون آدمایی که ما دیدیم اون شب اینا نیستن. قتل دیوید و هنا توی تابستون سال 2014 اتفاق افتاد، ولی چند ماه قبل، یعنی توی روزایی که سال نو 2014 شروع شده بود، دیمیتری پو 29 ساله فرانسوی که یه خونه داشت توی کوتا داشت یه پارتی میگرفت که جشن سال نو رو با رفیقاش اونجا جشن بگیره. یکی از اون شبا میکوبن پارتی میکنن و فردا صبح ساعت 11 یکی از دوستای دیمیتری جسد به دار آویخته شدهش رو جلوی یکی از درختای مقابل بالکن اتاق دیمیتری پیدا میکنه. پلیس خیلی فوری میاد توی صحنه جرم و اون مرگ رو یه خودکشی گزارش میکنه. دوستای دیمیتری میگفتن آقا اصلا دیمیتری تو استیج خودکشی نبود، بعد دستاشو پشتش بسته بودن، چجوری یکی اینجوری میتونه خودشو دار بزنه؟ الان که این شایعه ها داغ شده بود خیلی ها میگفتن که دیمیتری به یه دختری علاقه داشته توی اون جزیره که این دختر، حالا درست نیست گفتنش ولی حالا توی اون فرهنگ اینجوری جا افتاده بوده که این دختر جز اموال یکی از خانواده های مافیایی جزیره کوتا بوده و همین قضیه کار دست دیمیتری داده و این بلا سرش اومده. چند هفته بعد جسد کریستینا انزلی 23 ساله روی ساحل‌های کوتا پیدا میشه که از بینیش خون اومده بود و پلیس بعد از گزارش پزشکی قانونی اعلام میکنه که ترکیبی از الکل و داروهای مختلف و آنتیبیوتیک و آرامبخش باعث میشه که ایشون از دنیا بره، چیزی که اصلا توی کت خانواده نمیرفت و درخواست میکنن جسد رو زودتر بفرستن که خودشون هم روش یه سری آزمایش انجام بدن که اینقدر پلیس دست میکنه و دیر جسد رو برمیگردونه به انگلیس که عملا هیچ آزمایش سمشناسی دیگه نمیشد روی جسد انجام بدن و همه چیز حل نشده باقی میمونه درباره کریستینا انزلی. الان این چند تا مورد مرگ مشکوک چیزایی بود که توی اینترنت داشت مدام پخش میشد و همه داشتن درباره این صحبت میکردن که توی تایلند یه سری قتل به صورت سازمان یافته و فرقه‌ای داره انجام میشه علیه آدمایی که توریستن، از یه لایف استایل متفاوتی میان و اصلا با اون چیزی که طبق سنت‌های تایلند پذیرفته هست همخونی ندارن. حواستون باشه پاتایا اینا میرین این چیزا هم داره. همه این حقایق گفته شد و در حد تئوری اینترنتی هم نموند. رسانه‌های درست حسابی اومدن درباره‌اش صحبت کردن، ولی از اون طرف تایلندی‌ها هیچ
اظهار نظری نکردن، هیچ واکنشی نشون ندادن تا سال 2015 رسید. سال 2015 بالاخره قرار بود که دادگاه زورالین و ویپیو برگزار بشه. وکلای این دو نفر فهمیدن یه سری از شاهدایی که قرار بود بیان صحبت کنن و به نفع این دو نفر یه سری شهادت بدن، به طرز مشکوکی از تایلند خارج شدن و دیگه در دسترس نیستن که بیان صحبت کنن. پس بعد سناریوی دفاعشون رو توی لحظات پایانی عوض می‌کردن. خانواده دیوید میلر اومده بودن تایلند که توی دادگاه شرکت کنن. اول رفتن توی ساحل، جایی که پسرشون به قتل رسیده بود، زانو زدن، دعا خوندن و گفتن که ما اینجاییم که دادگاه رو دنبال کنیم و دیگه هیچ اظهار نظر دیگه ای نمی کنیم، دیگه خسته شدیم و میخوایم که کلا با موج هر جایی که ما رو میبره بریم، دیگه کاری به هیچ چیز دیگه ای نداریم. این هم باز یه خبر بد دیگه بود برای زورالین و ویپیو که یکی از قوی ترین حامیان خودشون رو از دست داده بودن. خانواده هنا که کلا اصلا گفتن ما نمیایم تایلند. دادگاه توی جولای سال 2015 شروع شد و خیلی جلسات دادگاه فرسایشی و خسته کننده بود. توی روز هر جلسه به 10 ساعت هم میکشید و این چیزی بود که معمولاً توی کشورهای غربی به این شکل جلو نمیره. توی کتاب نفرین لاک‌پشت اومده که قاضی طی دادگاه چند بار سالن رو ترک میکنه و دادگاه در حال برگزاری بوده. هیئت منصفه خیلی هاشون داشتن چرت میزدن توی طول روز و دادگاه هم به زبان تایلندی کلا برگزار میشده. یه مترجمی اونجا بوده که اون کسایی که هم انگلیسی میفهمیدن هم تایلندی میفهمیدن میگفتن این مترجمه داره چرت و پرت میگه، نصف چیزا رو نمیگه. توی این دادگاه فرسایشی تیم دفاع اومد یه دکتری رو آورد معرفی کرد که شهادت بده به این قضیه که 60% آزمایش‌های دی ان ای که توی تایلند انجام میشن بر اساس معیارهای جهانی و استانداردهای جهانی اصلا اشتباهن. حالا چه برسه به این صحنه جرم که کلا اصلا یه صحنه جرم خاص بوده و دی ان ای ها توش میتونسته کاملا به هم بریزه. تیم دفاع درخواست کرد که سمپل‌های دی ان ای رو در اختیارش قرار بدن، سمپل‌ها رو بفرستن انگلیس توی آزمایشگاه رسمی بررسی بشه، که از این طرف پلیسا میگفتن که ما همه سمپل‌ها رو استفاده کردیم، الان فقط نتایجش هست دیگه، حالا میخواین بخواین، نمیخواین نخواین. دادگاه تا دسامبر سال 2015 طول کشید و در نهایت هم هیئت منصفه زورالین و ویپیو رو گناهکار اعلام کرد. قاضی بهشون حکم اعدام داد و به جز این خانواده ویپیو باید خسارت یه گوشی آیفون رو هم به خانواده دیوید میلر پرداخت میکردن. خانواده هنا بیانیه دادن و گفتن که سالی که گذشت واقعا سال سخت و باور نکردنی بود و هنوزم برای ما تموم نشده چیزی. ما سکوت کردیم، دادگاه رو گوش دادیم، ولی شما همچنان از ما خواهید شنید و ما برای آرامش روح هنا همچنان صحبت میکنیم، چون به نظرمون این پرونده اینجا تموم نشده. برادر دیوید ولی بیانیه خیلی روشن‌تری داد و گفت که من با توجه به اینکه خودم هم توی همه جلسات دادگاه حضور داشتم، میدونم که پلیس خیلی دست و پا چلفتی بازی در آورد، خیلی اشتباه کرد توی این پرونده، خیلی از مدارک واقعا زیر سوال میرن، ولی من چیزی که از این دو نفر دیدم توی دادگاه یه ذهنیتی رو برام ساخت که احساس میکنم عدالت درست اجرا شد و این دو نفر قاتلین دیوید هستن. درگیری بین میانمار و تایلند بعد از دادگاه همچنان ادامه داشت و یه گروه هکری اومد سایت پلیس تایلند رو کشید پایین، چند تا ویدیو منتشر کرد که داشت به فساد پلیس تایلند اشاره میکرد. این اتفاقات نرمالی بود که بعد از دادگاه معمولا میفته و یه سری بحثایی که دیگه رو به خاموش شدن آتیش پرونده جنایی میره اتفاق میفته بعد هر دادگاهی. ولی فقط چند روز بعد از اعلام حکم زورالین و ویپیو و در حالی که این دو نفر توی زندان بودن، لوک میلر 26 ساله توی ژانویه سال 2016 توی جزیره کوتا با دوستاش مشغول جشن گرفتن و تفریح کردن بود که جسدش رو توی استخر اون ویلا پیدا میکنن. پلیس میگفت لوک مست بوده، رفته توی آب و خفه شده، در حالی که دوستاش میگفتن روی بدن لوک میلر
اثرات کبودی وجود داره و روی بازوش یه سری اثرات کبودیه که رسما جای دستیه که به زور لوک رو گرفته بوده. این مرگ تصادفی شناخته شد، ولی دیدیم که روند مرگای مشکوک همچنان قطع نشد حتی بعد از دستگیری این 2 نفر. زیاد کسی توجهی نکرد به مرگ لوک میلر و پلیس تایلند داشت یه نفس راحتی میکشید که بالاخره بعد از چند سال آشوب مطبوعاتی تا اینکه یکی از دوستای خواهر هانویت ریچ یه دونه پست گذاشت توی فیسبوک و گفت که این عکسو ببینین، اینجا تایلنده، چقدر قشنگه، حال میده آدم بره اونجا تفریح کنه. اصلا هم هیچ قصد و منظور خاصی نداشت، ولی خواهر هنا یعنی لورا این پست رو دید و یه کامنت گذاشت واسش. لورا نوشت که شیر و پلنگ هم خیلی حیوانای قشنگن، ولی تو پا نمیشی بری توی جنگل اونا رو از نزدیک ببینی چون میخورنت. تایلند هم یه همچین جاییه. من هنوز دارم پیام تهدید به مرگ شدن دریافت میکنم و این پیام ها درست از جایی به ما رسید که ما پیشنهاد مالی سنگینی رو رد کردیم که توش میگفتن که بیاین از پلیس تایلند دفاع کنید و انقدر پول بگیرید. پلیس تایلند بیورزه، مافیایی و فاسده و هر کسی هم که خلاف اینو اومده گفته من حدس میزنم که پول خوبی گرفته، چون به خانواده ما هم پیشنهادش رو داده بودن. مزنه دستمون هست. به صورت مستقیم داشت به برادر دیوید اشاره میکرد که اومده بود یه جورایی دفاع کرده بود از پلیس تایلند. یه مستند ساخته میشه توی انگلیس که توی این مستند یه مصاحبه کرده بودن با شهردار کوتا که این شهرداره کاملا جدی برمیگرده وسط مصاحبه میگه که اینجا تایلنده. بعضی از توریستایی که میان اینجا فکر میکنن اینجا کشور خودشونه. نه خیر، ما اینجا رسم و رسوم خودمونو داریم و یه سری کارا رو نباید اینجا انجام بدید. که خب با اون وجهه توریستی که داشتن میساختن یکم این حرف متفاوت بوده. توی پایان این مستند که خیلی پایان باز و ترسناکیه اشاره میکنه به حضور یه قاتل سریالی آزاد توی کوتا یا یه سری قتل سازمان یافته که در هر دو صورت خیلی ترسناکه. مقامات تایلند یه شکایت تنظیم کردن علیه لورا و توی سال 2017 زورالین و ویپیو دادگاه تجدید نظرشون هم برگزار شد که اونجا هم باز حکم اعدام تصویب شد، تایید شد. ولی اتفاقات پرونده قرار نبود تموم بشه. 1 ماه بعد از این دادگاه تجدید نظر الیس دارلانین یه توریست 30 ساله که رفته بود استرالیا رو گشته بود و الان تایلند بود زنگ میزنه به مامانش، میگه که من خیلی دلم واسه خونه تنگ شده و یه بلیت گرفتم، به زودی برمیگردم بلژیک. 19 اپریل پرواز داشته که برگرده بلژیک و چمدوناش رو با خودش میبره که خب بره ساحل و با قایق بره فرودگاه و پرواز کنه بره بلژیک. ولی توی ساحل چمدوناش پیدا میشه و خودش با کوله پشتیش هیچ وقت جزیره رو ترک نمی کنن. بعدا متوجه میشن که رفته توی یه هتل ارزون قیمت یه اتاق گرفته، بعد رفته یه دونه بلیت هواپیمای دیگه گرفته برای 2 روز بعد به بلژیک و از هتل میره جنگل و توی جنگل کمپ میکنه. الیس پرواز بعدی رو هم از دست میده و به این شکل دوباره پلیس تایلند باید دنبال یه دختر، یه توریست گم شده دیگه توی جزیره کوتا میگشته که این بار هم باز خیلی سریع پیداش میکنن. توی همون جنگل الیس رو در حالی پیدا میکنن که جسدش تجزیه شده بوده و از یه درخت به دار آویخته شده بوده. پلیس باز هم گزارش میکنه که این مرگ خودکشیه. از اون طرف و مادر الیس برمیگرده میگه امکان نداره که الیس خودکشی کرده باشه، چون این 2 بار بلیت خریده واسه بلژیک و کسی که میخواد خودکشی کنه چرا میره آخه؟ بلیت رزرو میکنه، پولش هم میده. مقامات تایلند میخواستن جسد رو بسوزونن که با پیگیری‌های سفارت انگلیس از انجام این کار منصرف میشن و جسد رو برمیگردونن انگلیس. ولی خب انقدر تجزیه شده بود جسد الیس که دیگه هیچ کاری نمیشد انجام داد باش. زورالین و ویپیو انتقال داده شدن به زندان مرکزی بانکوک که یکی از
معروفترین و دارکترین زندانهای جهانه. یه سری عکس ازش هست که من نمیتونم بذارم توی یوتیوب، قبلا امتحان کردیم گذاشتیم و یوتیوب گیر داده و این دوتا اونجا بودن منتظر روز اعدام و یه نیم نگاهی هم داشتن به عفو پادشاهی، عفوی که به مناسبت تولد پادشاه هر سال شامل یه سری مجرم میشد. زورالین از توی زندان یه مصاحبه‌ای کرده و میگه که اینجا همه با ما رفتار خوبی دارن، برخلاف زندان معروف بانکوک اینجا همه با ما خوبن چون باور دارن که ما بیگناهیم و انگار میدونن که ما هیچ کاری انجام ندادیم. 28 جولای سال 2020 توی تولد 68 سالگی پادشاه وقت تایلند که واقعا اسم سختی داره و من اسمش رو نمیگم، حکم اعدام این دو نفر به حبس ابد تقلیل پیدا میکنه که خیلی باز براشون تفاوتی نمیکنه. برای دو تا آدم بیگناه، اگه بیگناه باشن اعدام و حبس ابد نامردیه، اما خب به هر حال خودشون باز راضی ان از این اتفاق. یه وکیل استرالیایی یه چنل یوتیوب داره به اسم کوتا دث آیلند که توی این چنل اومده بررسی کرده 21 مرگ مشکوک رو که از سال 2000 به اینور توی جزیره کوتا اتفاق افتاده و همه رو هم با عکس و سند و مدرک گذاشته. واقعا یه لحظه وقتی فکر میکنیم عدد وحشتناک بزرگ و ترسناکیه و انگار قطع هم نشده این رونده و همچنان قراره ادامه داشته باشه. خانواده هانا ویتریج تازه داشتن با رفتن هانا از زندگیشون کنار می اومدن که دوباره یه شوک عجیب به خانواده وارد شد. لارا یعنی خواهر هانا توی 9 هفتگی بارداریش توی سن 30 سالگی به خاطر یه ضایعه مغزی نادر از دنیا رفت و دوباره این خانواده داغدار شدن. پرونده جنایی هانا ویتریج و دیوید میلر بزرگترین پرونده‌ای بود که بین این 21 مرگ مشکوک توی جزیره کوتا اتفاق افتاده. پرونده‌ای که حتی به دادگاه هم رسید و 2 نفر هم حتی محکوم شدن به قتل. اما خواهر برادرای مقتولین نظر متفاوتی دارن درباره این دادگاه. من خیلی منتظرم نظر شما رو هم زیر این ویدیو بخونم تا ببینم از نظر شما این پرونده حل شده است یا یه پرونده حل نشده است. ما که حالا رو تامنیل زدیم حل نشده که اگه یه کسی دنبال پرونده حل شده بود و دید و آخرش گفت چرا این حل نشد ناراحت نشه، ولی دوست دارم نظرتون رو بدونم. مرسی که تا اینجا همراه بودین. لایک یادتون نره، سابسکرایب که اصلا یادتون نره. خیلی زود با یه پرونده جنایی دیگه برمیگردیم. اون پسری هم که اونجا بود کاملا لخت بود. توی این دوره زمانی هم از قضا توی کوتا بود، توی کوتا زندگی میکرد. توی این دوره زمانی که این بدتر شد که اونجا باز یه مکان عمومی تر بود. اون 2 نفرم دیگه رسیده بودن الان توی سوپرمارکت. قتل اتفاق افتاده. کی کجا بوده؟ اتفاق مشکوکی افتاده. دیوید دیده میشه داخل این بار و جد شد. آدم میتونن برن اونجا و تماشاش کنن. زورالین و ویوپیو. زورالین 22 سال